اینم نمای بیرون کازینوی جزیره کیشه که همون زمان محمد رضا پهلوی ساخته شده. بعد از اینم که یه مدتی یه سری بازی کامپیوتری این تو بود برای بچه‌ها، بعد دیگه تعطیل شده، چندین سال متروک است و همینطور اینجا افتاده. انشالله که اینو خراب نکردن ساختمونو، چون خب به امید این که مردم، البته اینطوری فکر میکنیم که به امید این که دوباره اینجا رونق بگیره، ورق برگرده، رونق بگیره. آره من همچنان دارم میچرخم دور تا اینا. جلو هم ورودیه، اینم کامل ساختمون نمای بیرون کازینو. اینجا اون قدیم اعراب پولدار می اومدن، اینجا کازینو بوده.